سلام تماشابینان عزیز. خلاصه خبرهای مهم پنجشنبه 15 ایول تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبری مهم روز در این برنامه. 347 گریزه قرغیز با 3.5 کیلو مواد مخدر از افغانستان فرار کردند. 42 اشتراکچی زنوزنی مهاجران در مسکو را به حبس گرفتند. امسال در تاجیکستان یک از 10 تن مواد مخدر مصادره کردند. امریکا به کشورهای آسیای مرکزی نیم میلیارد واکسینه کرونا ویروس میدهد. بازداشت ساکن فرخار در نتیجه عملیات مشترک وزارت کبرای داخله و مینوفارم. در همدانی یک زن دیگر را کورت زده است. و اکنون تفصیلات خبرها. مرکز مطبوعات قشون‌های سرحدی تاجیکستان خبر داد که 13-14 ایول سال روان 347 نفر ساکنان قرغیزتبار دهه اندیمین ولسوالی و خون ولایت بدخشان جمهوری اسلامی افغانستان از جمله 91 مرد، 77 زن، 177 نابالغ برای حفظ جان خود از گروه‌های مسلح حرکت طالبان خط سرحدی دولتی را در منطقه جماعت دهات قزلرباط نویه مرغوب عبور نموده وارد جمهوری تاجیکستان شدند. هنگام گذشتن از سرحد دولتی 2 نفر نابالغ تا 2 ساله فوتیدند. همچنین به گفته مرزبانان تاجیک هنگام وارد شدن به مرز تاجیکستان از این گریزه ها بیش از 3.5 کیلو مواد مخدر نیز یافت و مصادره شده است. سردبانان تاجیک با رعایت پرینسیپ انسان دوستی و رابطه نیک همسایگی به گریزگان اجباری افغان برای واردشوی به قلمرو جمهوری تاجیکستان اجازه دادند. گفته می شود در اطلاعیه عین زمان گریزگان افغان در موضعهای چاشتیپه و جودوک جماعت دهات قزلرباط نویه مرغوب قرار داشتند. مرکز مطبوعات قشون‌های سرحدی تاجیکستان قبلا خبر داد که نیمه دوم روز 13 ایول ساعت 16:00 77 شهروند ملکی افغانستان از جمله 26 مرد، 20 زن و 13 خردسال که اساساً ساکنان قرغیزتبار دهه اندیمین ولسوالی و خون ولایت بدخشان افغانستان می باشند از ترس تعقیب طالبان و برای حفظ جان خود خط سرحدی دولتی را در منطقه جماعت دهات قزلرباط نویه مرغوب عبور نموده وارد قلمرو جمهوری تاجیکستان شدند. با این وجود مرزبانان تاجیک میگویند وضعیت در منطقه ذکر شده مرز دولتی تاجیکستان و افغانستان تحت نظارت پوره سرحدبانان تاجیک قرار دارد. در کمتر از یک ماه آخر جنگجویان حرکت طالبان قسمت اساسی مناطق هممرز با تاجیکستان را در شمال افغانستان اشغال کردند. این باعث به خاک تاجیکستان فرار کردن بیش از 1500 سرباز و افسر و بیش از 1000 نفر از ساکنان ملکی افغانستان شد. دادگاه نویه کوزمینک شهر مسکو روز 14 ایول باز 42 اشتراکچی زنازنی شب 12 ایول بین مهاجران در نزد ایستگاه مترو کوزمینکی را به 15 روز حبس مأموری محکوم کرد. دادگاه آنها را بر اساس کودکس حقوق بیرونکنی مأموری روسیه اشتراک در گردهمایی غیر قانونی گناهکار دانست. این 42 نفر حبس شده بر علاوه 6 نفر اول است که روز 13 ایول با عین اتهام به عین جزا 15 روز حبس مأموری محکوم شدند. انتظار می رود پرونده های باقی 55 نفر دستگیر شده نیز به دادگاه سپرده شود. سرایست کارهای داخلی شهر مسکو در پی زنازنی در کوزمینکی 103 نفر دستگیر شده نسبت به آنها با اتهام ویران کردن قاعده های بود و باش در روسیه و ویران کردن ترتیب گردهمایی و میده و باشی پرونده های مأموری ترتیب دادند. یک قسم این شهروندان خارجی با قرار دادگاه در برابر جریمه از روسیه اخراج خواهند شد. برخی دیگر از حق ورود به روسیه محروم خواهند شد. اظهار داشت پلیس پایتخت روسیه. ولی کارینا کالینووا سخنگوی دادگاه کوزمینکی گفت مسئله اخراج این مهاجران در جلسه های دادگاهی بررسی نشده است. حامیان حقوق میگویند در شهر مسکو در پی زنازنی شب 12 ایول بین مهاجران قرغیز و تاجیک در مترو کوزمینکی موج بازداشت‌های زادگان قرغیزستان و تاجیکستان و ازبکستان شروع شده است. به حساب کریم جان یاروف تا شام 13 ایول تنها از زادگان قرغیزستان حدود 600 نفر دستگیر شدند. یادآور می‌شویم
شب 12 ایول در نزد ایستگاه مترو کوزمینکی بین مهاجران زنوزنی گروهی به عمل آمد. در زنوزنی حدود 200 نفر اساساً زادگان قرقیزستان و تاجیکستان اشتراک داشتند. دیرکتور اگنتی نظارت مواد نشئاور تاجیکستان گنرال مایور عدلیه حبیبالله وایزاده روز 15 ایول در نشست مطبوعات اگنتی گفت در نیمه اول سال 2021 در جمهوری 1 تن و 695 کیلو مواد مخدر یافت و مصادره شده است که این نظر به همین دوره سال گذشته نیم تن یا 43% بیشتر می باشد. در این مدت در تاجیکستان در عموم 446 جنایت مربوط به مواد مخدر ثبت شده است که این نظر به یک سال پیش 24.9% بیشتر می باشد. 819 کیلو مواد مخدر را کارمندان وزارت کارهای داخله و 662 کیلویش را کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی مصادره کردند. اگنتی گفت امسال کارمندانش از فعالیت 28 گروه جنایی پیشگیری کرده پرونده 128 مورد متهم به قاچاق مواد مخدر را به دادگاه سپردند. حالا در تاجیکستان رسما 5003 نشأمند ثبت نام شدند که از این شماره 109 نفرشان زنان می باشند. اگنتی گفت این نشان داد نسبت به همین دوره سال گذشته 187 نفر یا 3.6% کاهش یافته است. در عموم امروز در تاجیکستان به 100,000 اهالی 54 نشأمند راست می آید که اون نسبت به دیگر دولت ها نشان دهنده خیلی پست می باشد. تاجیکستان که با افغانستان منبع اساسی تولید هیروئین، افیون و حشیش دنیا 1370 کیلومتر مرز مشترک دارد، در سالهای آخر به یک مسیر عمده قاچاق مواد مخدر افغانی تبدیل یافته است. تماشابینان عزیز، یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. مشاور پرزیدنت امریکا در مسائل امنیت داخلی الیزابت شیروود روز 15 ایول در تاشکند گفت امریکا آماده است به کشورهای آسیای مرکزی در چارچوب برنامه کوواکس 500,000 واکسن ضد کرونا ویروس بدهد. خانم شیروود رندل که در تاشکند در نشست نمایندگی امریکا با وزیران خارجه 5 کشور آسیای مرکزی صحبت میکرد گفت امریکا در مبارزه با کرونا ویروس در خود این کشور به کامیابی‌های قابل ملاحظه دست یافت و حالا تمام تلاش را برای محو پاندمی در سراسر جهان به خرج می‌دهد. ما در کشور خود به پیشرفت‌های قابل ملاحظه دست یافتیم و حالا معرکه را برای صورت بخشیدن به توزیع واکسن در سراسر دنیا روی دست گرفتیم. ما درباره جدا کردن 500 میلیون وایه واکسن برای برنامه کوواکس اظهار دادیم و این واکسینه ها به همین منطقه خواهند رسید. اقتباس آورده است سپوتنیک از سخنرانی شیروود رندل. 5+1 همچون فرمت نو بررسی مسائل بین امریکا و 5 کشور آسیای مرکزی ماه سپتامبر سال 2015 تشکیل شد. کوواکس یک برنامه بین المللی است که سازمان جهانی تندرستی و دیگر سازمان‌های بین المللی با هدف دسترسی عادلانه همه کشورها بخصوص کشورهای نودار به واکسن ضد کرونا ویروس تأسیس دادند. طبق این برنامه کشورهای از نگاه اقتصادی پیشرفته برای کشورهای فقیری که نمیتوانند اهالی خود را با واکسن تأمین کنند واکسن میخرند. تاجیکستان نیز عضو کوواکس بوده ماه مارت در چارچوب این برنامه 192,000 وایه واکسن استرازینیکا دسترس کرده و ماه آگوست باید باز همین مقدار دیگر بگیرد. خطای نیز ماه ایون در چارچوب برنامه کوواکس به تاجیکستان به طور رایگان 300,000 وایه واکسن کرونا وک داد. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که مرد 30 ساله ساکن جماعت دهات ظفر نویه فرخور با گمان معاملات غیر قانونی شیره کمال دستگیر کرده شد. وزارت کارهای داخلی گفت بازداشت این ساکن فرخور هنگام گذراندن عملیات یکجایی کارمندان وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان و کارمندان شرکت مینوفارم در نویه فرخور میسر شده است. از مرد دستگیر شده یک مقدار مواد بدبوی به شیره کمال مانند گرفته شد. موافق خلاصه تحلیلی کیمیاوی و فارماسیوتی مواد گرفته شده شیره کمال بدبوی بوده وزن خالصش 2 کیلو و 200 گرم را تشکیل میدهد. گفته می شود در اطلاعیه وزارت کارهای داخلی نسبت به گمان برشونده بر اساس قسم یکم ماده
234 الوه 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. این بند قانون همچون جزا برای معاملات غیر قانونی با شیره کمال جریمه به اندازه از 200 تا 300 نشان دهنده یا با کارهای اصلاحی به مهلت تا 2 سال را پیش بینی میکند. شرکت مینوفر که پیوندی های به شرکت سابق فراز مربوط به شمس‌الله صاحبوف داماد پرزیدنت تاجیکستان دارد، از انگشت شمار شرکت های در تاجیکستان است که حق جمع‌آوری شیره کمال را دارد. قرار معلوم جمع‌آوری و فروش شیره کمال را در تاجیکستان اساساً ساختارهای مربوط به شمس‌الله صاحبوف در دست دارند. نام شرکت مینوفر 2 ماه پیش زمان به سرخط خبرها افتاد که روز 16 می امرالدین نقشوف پسر بوجه پرزیدنت با آدمانش به کارمندان مینوفر در نویه دنغره حمله آورده، در نتیجه حدود 10 نفر از کارمندان مینوفر جراحت برداشتند، از جمله 4 نفر کارت خوردند. امرالدین نقشوف را روز 27 می دستگیر کردند و به ضدش با اتهام اوباشی بر اساس ماده 237 پرونده جنایتی گشودند. ولی مینوفر بعد این در یک شرح رسمی امرالدین نقشوف را بیگناه دانسته و گفت در این مناقشه شهروند نقشوف همچون شخص خلاص کننده طرفها اشتراک نموده جوانان را به بی‌ترتیبی ها راه ندادن دعوت میکرد. اما منابع آگاه میگویند اصل قضیه باز هم به مسئله زمین های جدا شده برای جمع‌آوری شیره کمال و عزم نقشوف برای دریافت سهم خود در این تجارت برمیگردد. بنا به اطلاع منابع رادیوی آزادی، زنازنی در محله هفتم مرکز نویه دنغره پس از آن رخ داد که سیاد غیاسوف نماینده شرکت مینوفر به درخواست شخصان فرستاده امرالدین نقشوف برای صاحب شدن به یک قطعه زمین جواب رد داد. و حالا یک مرور کوتاه به خبرهای کریمینالی روز. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از آشکار شدن 2 حالت رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی خبر داد. لازم به ذکر است که در یک مورد به چنین کردار زن عیبدار می شود. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی، شام 13 ایول تخمینا ساعت 23 زن 29 ساله ساکن جماعت دیهات ضربدار نویه همدانی در منزل استقامتی زن 33 ساله ساکن شهرک مسکو مرکز این ناحیه با صاحب خانه جنجال کرده با کارد در دستش بوده 1 مرتبه به تخت پشت آن زن زده است. در نتیجه جبری دیده جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری کرده شده است. تشخیص سودی و طبی جراحت او را همچون ضرر وزنین به سلامتی ارزیابی کرده است. نسبت به زن گمانبر شونده بر اساس قسم 1 ماده 110 کودکس جنایتی تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به او بر اساس این بند قانون از 5 تا 8 سال زندان تهدید میکند. سبب به سوی ساکن شهر مسکو کارت کشیدن این زن در خبر گفته نشده است. وزارت کارهای داخلی گفت همین طور مرد 36 ساله ساکن جماعت دیهات پوشکن شهر استرافشن نیز از طرف کارمندان میلیسیا با گمان قصداً رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی دستگیر شده است. او به آن گمان بر می شود که شب 12 ایول تخمین ساعت 22:30 در حالت مستی در نزد خوابگاه رقم 44 محله 31 شهر خوجند با مرد 27 ساله ساکن این شهر جنجال کرده با سنگ 2 مرتبه به سر نام برده زده است. موافق خلاصه تشخیص سودی طبی جراحت برداشته جبر دیده ضرر وزنین به سلامتی ارزیابی می شود. نسبت به ساکن پوشکن نیز بر اساس قسم 1 ماده 110 کودکس جنایتی تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کردند و به او از 5 تا 8 سال زندان تهدید می کند. تماشابینان عزیز، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.